با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان به نهایت عزیز و بسیار ارجمند. امیدوارم همگی خوب و خوش و سری حال هستید. و ما نیت کردیم در برنامه امروزه درباره مثبت اندیشی و یا چگونه اندیشه های منفی را با مثبت تبدیل دهیم و مثبت اندیش باشیم با شما صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. همه ما این تفسیر خوب را شنیدیم که میگویند مثبت فکر کنید، اما هرچی کمبودی ها و مشکلی هایی که در زندگی با آنها گرفتار میشویم بزرگتر باشند، ما آنها را نیمه خالی از استکان تشبیه میکنیم، یعنی استکانی که نیمه آب دارد. و مثبت اندیشی غیر ممکن و غیر واقعی به نظر میرسد در شرایطی که هیچ چیز به مراد نیست. مشکل است که انگیزه برای مثبت اندیشیدن پیدا کرد. در این نوار تا حد به شما میگویم که چرا باید مثبت اندیش باشیم. مانع واقعی مثبت اندیشی یعنی این ذهن ماست که طور برنامه‌ریزی شده است تا در گرفتار شدن با تهدیدات نیمه خالی سکند را ما میبینیم. این مکانیزم بقای نوع بشر وظیفه خود را به خوبی انجام داده است، به خصوص زمانی که انسان‌ها در عصر شکار زندگی می‌کردند و زندگیشان با خطرات واقعی مواجه بود و احتمال داشت توسط موجودات زنده یا پدیده‌های طبیعی در محیط اطراف فوراً کشته شوند. این موضوع برای انسان‌های اولیه داخل داشت. امروز که مکانیزم تنها به بدبینی و منفیگری و تمایل برای یافتن تهدیدهای پیرامونی در ذهن انسان سبب می شود، تهدیدهایی که در احتمال حادثه های ناخوشایند اغراق می کنند. وقتی تهدیدی واقعی در کمین شما باشد، این مکانیزم شما را نجات می دهد. اما وقتی تهدیدها را در ذهن خود بزرگ نمایی کند، بعد یک مدت متخید می شود که پروژه و لایحه‌ای که روی آنها کار می کند محکوم به شکست است. در این موقع نگرش منفی داشتن تصویری واهمه برانگیز از ابزار ترسیم می کند که باعث تباهی و ناامیدی در زندگی می شود. مثبت اندیش بودن یک رکن مهم انسان در زندگی است که با توجه و تمرکز نیاز دارد. اگر می‌خواهید بر تمایل ذهن و تمرکز روی تهدیدها غلبه کنید، باید مطمئن باشد و مثبت اندیش. اما مثبت اندیشی تصادفی نیست. مهارتی است که ما باید توجه زیادی به آن داشته باشیم. بدبینی گرفتاری است که سلامتی را تهدید می‌کند. تحقیقات زیاد صورت گرفته است که نشان می‌دهد افراد خوشبین از لحاظ جسمی و روانی سالمتر از افراد بدبین هستند. مارتین سلیگمن، استاد دانشگاه، تحقیقات گسترده در این زمینه انجام داده است. او مطالعه‌های روی افرادی 25 تا 65 ساله انجام دادند تا تأثیر بدبینی یا خوشبینی را روی سلامتی آنان بررسی نمایند. نتیجه های تحقیقات نشان می‌دهد که افراد بدبین خیلی زود سلامتیشان را از دست می‌دهند. مثبت اندیشی و عملکرد فایده آن، یعنی مثبت اندیشی در سلامتی خلاصه نمی شود. سلیگمن درباره ارتباط میان مثبت اندیشی و عملکرد افراد نیز مطالعه‌های انجام داده است. در یک مورد مطالعاتی خاص او به بررسی میزان خوشبینی و بدبینی کارشناسان فروش بیمه پرداخت. نتیجه نشان داد که فروشندگان خوشبین 37% بیشتر از بدبین‌ها فروش داشتند که در طول اول سال کاری درآمد 2 برابر را برای شرکت ایجاد می‌کنند. سلیگمن بیشتر از دیگر محققان روی موضوع مثبت اندیشی کار کرد و معتقد است که می‌توان افکار و تمایلات بدبینانه را با دانش و تلاش به سادگی تغییر داد. اما تحقیقات سلیگمن تنها به این مورد بسنده نکرد و در ادامه تحصیل انجام داد که نشان می‌دهد با تکنیک‌های ساده می‌توان تفکر منفی را به تفکر مثبت تبدیل کرد، طوری که پس از آن تغییرات ماندگار در رفتار و بعد از آن در زندگی افراد ایجاد شود.
مثبت اندیشی و عملکرد آن. البته درباره مثبت اندیشی موادها و معلومات‌های زیاده هست که همه آنها را نمیتوان در این یک برنامه خرد جای داد و ما با 3 بخش مهم آن میپردازیم که فکر کنم شما از این خیلی باید معلومات بگیرید. در اینجا 3 مورد است که برای مثبت اندیش بودن به شما توصیه میکنیم. نخست جدا کردن واقعیت از تخیل. اولین قدم در مثبت اندیشی این است که بدانیم چگونه افکار منفی خود را متوقف کنیم، باز داریم. هرچی بیشتر روی افکار منفی تمرکز کنیم، قدرت بیشتری پیدا میکنند. اما باید بدانیم که بیشتر چنین افکار واقعیت ندارند و تنها در ذهن ما هستند. وقتی متوقف می شوید که افکار منفی و بدبینانه را باور نکنید، صدای در درون شما می گوید حالا وقتی آن رسیده که این افکارت را متوقف کنی و آنها را بنویسی. حالا افکارتان را دقیقاً بنویسید. خواهید دید که پس از آن آرامتر می شود و می توانید با دقت و به طور منطقی سالمی افکارتان را بررسی کنید و ببینید آیا این جمله ها واقعیت دارد یا نه. می توانید مطمئن باشید هر جا از کلمه های مثل هرگز، همیشه، بدترین، همواره و غیره استفاده شد، این گفته صحیح نیست یا واقعیت ندارد. آیا شما همیشه کلیدهایتان را گم میکنید؟ البته که نه. شاید گاه وقتا آنها را در دیگر جا بگذارید، اما همیشه که این طور نیست. آیا شما هرگز قادر به یافتن راه حل برای مشکلاتتان نیستید؟ اگر واقعاً بند افتادید، ممکن است در برابر درخواست کمک از دیگران مقاومت کرده باشید. یا اگر مشکلاتتان واقعاً پیچیده یا غیر قابل حل است، چرا خودتان را ناراحت میکنید؟ اگر جمله هایی که روی کاغذ نوشته اید هنوز به نظرتان واقعی و درست است، آنها را به یک دوست یا همکار قابل اعتماد نشان دهید و ببینید آیا او با شما درباره جمله هایتان هم‌عقیده است. با این کار مطمئناً حقیقت برایتان مشخص می شود. وقتی حس میکنید چیز همیشه اتفاق می افتد یا هرگز رخ نمی دهد، در واقع این گرایش طبیعی ذهنی شماست که اهمیت یک موضوع رو بیشتر یک چیزی که واقعاً هست جلوه می دهد. شناسایی افکار و جدا کردن افکار منفی از واقعیات به شما کمک می کند تا از چرخه منفیگرایی بیرون شوید و به سوی مثبت اندیشی حرکت کنید. دوم، یک مورد مثبت را شناسایی کنید. شما با افکار منفی به خودتان ضربه میزنید. حالا زمان آن رسیده است که به ذهن خود بیاموزید که بر مثبت اندیشی تمرکز کنید. این کار با تمرین کردن امکان پذیر است، اما ابتدا باید با انتخاب آگاهانه افکار مثبت به ذهن سرگردان خود کمی امید بدهید. هر فکری مثبت توجه ذهن را به خود گرفتار خواهد کرد. وقتی همه چیز به وقف مراد و حالتان خوب باشد، این کار نسبتاً آسان است. اما کارها وقتی خوب پیش نمی رود و ذهن با افکار منفی پر شده، مثبت اندیشی می تواند به این چالش تبدیل شود. در این لحظه ها به روزی که گذرانیدید فکر کنید و یک اتفاق مثبت را هرچند به نظر کوچک و کم اهمیت باشد بیابید. اگر در این روز چیزی به ذهنتان نرسید، به روزهای قبل حتی هفته گذشته فکر کنید تا چیزی مثبت به ذهنتان برسد یا اینکه به اتفاقی مثبتی که در انتظار آن هستید فکر کنید. نکته مهم این است که باید چیزی مثبت را در نظر داشته باشید تا وقتی افکار منفی به سراغ شما آمد توجهتان به آن جلب شود. در مرحله اول با درک واقعیت از وهم و دودیلگی قدرت افکار منفی را کم کنید. در قدم دوم افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید. وقتی این کار را تکرار کنید خواهید دید که پس از مدت می توانید بر افکار منفی غلبه کنید.
اگر این کار برای شما مشکل است، می توانید تصورات منفی را بنویسید و ببینید که آنها تا چه حد به اعتبار هستند تا بتوانید از مثبت اندیشی بهره مند شوید. سوم، همیشه قدرشناس باشید. حالا زمانی آن رسیده است که شکرگزاری چیزهایی باشد که به شما ارزانی شده اند. شکرگزاری تنها یک عمل اخلاقی نیست، بلکه گرمانی که باعث ایجاد استرس می شود به درجه 23% کاهش می دهد. تحقیقات در دانشگاه دیویس در کالیفرنیا انجام شد که نشان می دهد افرادی که شکرگزار و قدردان هستند همیشه حال خوب دارند، پر انرژی هستند و به دلیل کاهش سطح هورمون یعنی همون گرمانی خود را نگهداری کرده می توانند و انرژی خود را زیاد می کنند. اگر سعی کنید هر روز بر چیزهای مثبت تمرکز کنید، روحی شکرگزاری را در خود پرورش داده اید. هر وقت افکار منفی به سراغتان آمد، از این روش استفاده کنید تا بتوانید همه چیز را تغییر دهید و مثبت فکر کنید. در این صورت است که مثبت اندیشی روش زندگی شما را دیگر خواهد کرد. و در خلاصه این موضوع همین را گفتنیم که در این سه نظریه که درباره مثبت اندیشی برای شما بیان کردیم که بسیار ساده بودند، ذهن آموزش می‌دهد که چگونه با افکار مثبت تمرکز کنید. اگر خود را گرفتار به استفاده از این روش‌ها بکنید، عادت‌های قدیم را می‌توانید ترک کنید و با توجه به تمایل طبیعی ذهن به افکار منفی، ما باید برای مثبت اندیشیدن به ذهنمان کمک کنیم. سعی کنید این روش‌ها را به کار بگیرید تا تأثیر تفکر مثبت را بر جسم، روان و عملکرد خود ببینید. و در ادبیات کلاسیکی ما هم در تمام ادبیات جهان هم از نقطه نظر روانشناسی، فلسفه و علم هم این چیز ثابت شده است که آنهایی که مثبت اندیشند ظاهر و باطنی دیگر دارند و آنهایی که منفی نگر هستند البته بر روان و به جسم آنها لطمه میزند. با امید مثبت اندیشی شما عزیزان تا برنامه دیگر شاد و موفق بمانید.